أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة مبارکہ مکیہ ترتیب نزول 55 سوره است که بعد از حوامیم قبل از حوامیم سبع نازل شده. این سوره مبارکه همون اصولی را که در سوره های مکیه بیان میشن، توحید و رسالت و معاد بیان میفرماند. مناسبت این با سوره مائده، در سوره مائده تردید شرک فعلی و اعتقادی بود، لذا چیزهایی را که برای معبودان کردن الله تعالی فرمود اونها حرامن، مثل خنزیر، میتا و دم. لذا در این سوره مبارکه هم مسائل تردید شرعی هست، یعنی حیواناتی را که شما برای خدا نمید و حرامید، لذا اونها حرام بدن. بیان تحریمات غیر الله اینجا به کثرت بیان شده. این مطلب هم بیان شده است که اینها نه تنها حیوانات را برای غیر خدا نذر می کنند، بلکه اینها محصولات زمین را هم برای غیر خدا نذر می کنند. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا قالوا هذا لا و هذا لشرکاء. خیلی سر هست، نه تنها دامه ها را نذر می کنند، بلکه محصولات زمین را که من به رعایت می کنم دیگران را برابر می کنم. موضوع تفسیر برای اسم تعالی در ذات و صفات و عبادت یگانه هست، دیگه کسی شریک خدا در ذات بوده است، نه در صفات و نه در عبادت. چرا؟ وقتی خدا در ذات و صفات و کارنامهش یگانه، در عبادت خدای عالی خدای تعیین میکنه. الحمدلله شروع و قسمت از اون ترتیب ما بیان در فاتحه، این قسمت وجود هست که الحمدلله شروع می شود و بیان ربوبیت الهی در این قسمت به کثرت بیان شد، همانطوری که در قسمت اول بیان الحمدلله همه ستایش هایی که مشرکین برای معبودان خودشون بیان میکنن، اون هم دو ستایش ها است دارن. چرا؟ به خاطر این که او خالق آسمان ها و زمین هست کرده و زمین پهناور را هم او پیدا کرده است و دیگه اینها هستند جواهر تاریخی ها را اینها یک کام بالغیر نور هم را و ظلمات و نور را الله خلق کرده، لیکن این انسان ها چقدر بی انصافند که با این پروردگار عظیم و خالق عظیم دیگران را برابر میکنند. ثم استبعادی معنیش اینه، با وجودی که الله سبحانه و تعالی در ذاتش و در صفات و در کارنامه‌اش یگانه است،
اینهایی که کفر کردن و اینهایی که انادن حق را مخفی کردن با رب خیش، با مربی خیش اختیار که خود یعد دیگران برابر می خیلی واقع در می کنن سجده برای خدا انجام میدن در مسجد. وقتی به قبر یک بند خدایی میرسن اونجا هم سجده میکنن. آن رکوعی را که برای خدا انجام میدن در مسجد وقتی به یک قبر امام و بزرگواری میرسن لحاظا به فاصله دهها صدها متر در حال رکوع میرن. چقدر ظلم از خدای عز و جل میفرماید. اون نذری که تنها باید برای خدا میدادن در این نذرها دیگران را شریک میکنن. این نذر فلان امام و فلان ولی و فلان زیارت. الله تعالی میگه در پیدا کردن زمین و آسمان و خلق ظلمات و نور الله یگانه هست. هیچ نبی، هیچ ولی و هیچ مخلوقی با خدا شریک نبوده. عجب ظلمی که این انسان ها میکنن. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. با این همه دلایل واضح و روشن اینها با رب خود، با مالک و اختیاردار خود دیگران را برابر میکنن. برابری سروران گرامی در عبادت هست، برابری در ذات و صفات نیست. یک سری صفاتی که برای خدا اختصاص دارن اونها برای دیگران اعتقاد میکنن. الله حاضر، ناظر، غیبدان، سمیع لکل شیء، بصیر لکل شیء، علیم بکل شیء. اونها فکر میکنن که غیر خدا هم هر جا حاضره، هر جا ناظره، هر جا شنوای، هر جا بینای. اینها دیگه واقعا با رب دیگران را دارن برابر میکنن. ربی که در پیدا کردن این کائنات یگانه هست، هیچ کس خدا هم قبول دارن. در خلقت زمین و آسمان و خلق ظلمات و نور خود ابو جهل ها همه اعترافی کردن که الله تعالی شریکی نداره. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. باز این عالم کبرا بود، کبیر. دیگه عالم صغیر هو الذی خلقکم من طین. الله اون ذات عظیمی هست که همه ستایش و اختصاص دارن که شما را به وجود آورده از گل به واسطه. حالا نگاه کنی به واسطه شما ماده بعید ما گل، خاک گل میشه، از گل مواد غذایی تولید میشه، غذای موادی هضم خورده میشه، هضم میشه، خون میشه، بعد خون نطفه میشه، از نطفه دیگه همه قبول داره. نطفه اسی تولید میشه، از خون اسی تولید میشه، این از غذا و غذا اسی تولید میشه از گل و گل در اصل خاک بود. خدایی که شما را از گل خلق کرده با او میری دیگران را در عبادت شریک میکنی. باز فیصله کرده از قیامت صغرا، اجلا تاریخ مرگ را برای همه شما را هم خلق کرده و بعد همون خدا تاریخ موت شما را تعیین کرده، قضا فیصله کرده. اجلا تاریخ مرگ شما را، تاریخ موت شما را. شما نه خود به خود پیدا شده اید و نه همینطور اتفاقی میمیرید. تاریخ مرگ شما هم طی شده است. من مات فقط قامت قیامته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر که بمیرد قیامت که او برپا میشه. از همین مرگ شروع قیامت است. قیامت از جای دیگر نیست، از همین جا که اسرائیل می آید، ملک الموت می آید، دیگر حالات قیامت از همین جا شروع. یا با قهر و زهر میان، یضربون وجوههم و ادبارهم، یا میان تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، با سلام و با اکرام و با عزت. تاریخ مرگ شما را، همان ذاتی که شما را خلق کرده
تاریخ موت شما را هم تعیین کرده و اجل مسمى عنده و تاریخ مقرر قیامت هم نزد خدا هست. اجل مسمى یعنی تاریخ معین قیامت که قیامت کبرا برپا می شود، لازم مرگ قیامت صغرا گفته شده. اجل مسمى تاریخ مقرر شده برای قیامت کبرا، اون هم نزد خدا است، غیر از خدا دیگه کسی نمیداند، حتی که اسرافیل هم نمیداند چه لحظه قیامت برپا میشه. ثم انتم، بعد این ثم استبادی، با وجود این همه دلائل که شما را از خاک خلق کرده، سبحان الله، تاریخ موت شما را معین کرده و بعد اون تاریخ عظیم قیامت هم نزد او هست. با وجود این همه دلائل عقلیه، عقل شما باید تسلیم می شد که اون خدایی که از خاک، از نطفه، از خون این انسان گویا را آفریده، زیاد مدت طولانی هم طول نمی کشد، 9 ماه در شکم مادر حضرت مولانا صحیح سالم به دنیا میاد، بعد چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویا، همین که به زمین می آید چون انسان امتیازش نطق است، این شروع به نطق به صورت گریه می کند، آب می خواهد گریه می کند، نان می خواهد گریه می کند، هر چیزی که می خواهد او گریه می کند. او می خواهد که باید باز بشه و راحت بشه، هم شروع به گریه می کند. با وجود این همه دلائل واضح و روشن، ثم انتم تمترون، شما شک و تردید در حشر خود دارید، در قیامت و در معاد دارید. عجب انسانهایی هستید، پوست کلوف و از عقل صحیح کار نمیگیرید. هو الله فی السماوات و فی الارض، همانطوری که اللہ تعالی خالق آسمان ها و زمین و ما بینهما و خالق آسمان شما و خالق ظلمات و نور هست، او معبود هم در آسمان ها هست. اوست الله یعنی معبود، هم در آسمان ها او معبوده، همه فرشتگان که در آسمان او را پرستش می کنند، او هم در زمین معبود بر حق است و بس. همانطوری که در خالقیت این اشیاء در خلق الله شریکی نداشته، در عبادت و تضرع و نیایش هم شریکی نداشته. هو الله، او هست الله یعنی متصرف، معبود در آسمان ها و در زمین. سبحان الله، او متصرف و معبود در آسمان ها و زمین هست. خبر داره که توی آسمان ها این کی عادت که او را نیایش می کند، که او را ستایش می کند، که او را تعریف می کند. خبر هم هست، میگه بله یعلم سرکم و جهرکم، آن اسرار شما را هم میداند، شما در سر چیکار میکنید اون هم میداند، جهرکم، جهر و چیخ شما را هم میداند، و یعلم ما تکسبون، او کاملا میداند خصوصا شما چه کسب میکنید. مردم خوابن، 4 نفر آمده برای چرت دادن، او خبر دارد. الله باور کنید چه و یعلم ما تکسبون، اونها که چرت میزنن سر در شاید ازشون بیشتر باشه. چرا؟ فشار بر وجود آنها بیشتره. ماهر قرآن خوب اون که ماشاءالله فضیلتش ما کرامه، بله کسی که قرآن بلد نیست میخانه ها الان راحت بخوابی، چرت بزنید. نه بابا چرت نزنید. اونهایی که بیدارن پیغمبر ماهر ما فلان و فلان، اونی که قرآن میخواند خدا بهش میده، خدا شک بهش یک عزی که میرسید.
این نیست که اون ماهر قرآن عقب مانده، نه بابا، اونه که شان خیلی بلند و بالا داره. اونهایی که بیدارن اونها دیگه فکر نکنن که ما دیگه عقب ماندیم ما هم بخوابیم، نه بابا، اونها شان بسیار بلند و بالایی دارن. و یعلم ما تکسبون، بالخصوص چه کسب الله تعالی شما را استخدام کرده با هیچ زبانی و با هیچ مغزی از این نعمت عظیم خدا تشکر کنی. و ما تاتیهم من آیت، اکنون با وجود این همه دلائل باهر و ظاهر نمیاد پیش این انسانهای پوست کلوف هیچ نشانی تکوینی و تنزیلی. آیه من نشانی او تکوینی که این همه عالم و کائنات، یا تنزیلی این آیات قرآنی از آیات ربنا الا کانوا عنها معرضین، مگر این کودنها و پوست کلفتها از اون آیات الهی مرتباً اعراض می کنند، هیچ تدبر نمی کنند. شب سیاه می آید، روز روشن می آید، فصل بهار می آید، فصل تابستان می آید، فصل معتدل، نه ماشاءالله سرد نه گرمه، دو فصل معتدل بهار و پاییز می آید. این پوست کلفت از تمام این آیات بی توجه می گذرد. گاهی یک انسان در گرما تحمل دارد، شدت گرما خدا می آرد، یکی در سرما تحمل دارد، شدت سرما را می آرد. یک انسان ها هستن که طبیعت معتدلی دارند، برای اعتدال دو فصل معتدل می آرد، اصلا اینها متوجه نمی شود این فصل های گوناگون برای چی می آیند. همین اعراضی که دارند توی همین اعراض مست و نشستند. این آیات قرآنی خوانده می شوند، تلاوت می شوند، بازم می بینی اینها بر سر قبرها مثل کدو تجمع می کنند. ثم ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. این از این آیات تشریع و تکوینی کاملا اعراض دارند، تدبر و تفحص ندارند. اینا فکر نمی کنند که این 4 فصل برای چی می آید. این ماهای مبارک رمضان و ذوالقعده و ذوالحج و محرم، این ماهای پرفیض برای چی آمدند؟ اینا برای چی آمدند و چرا گذشتند؟ هیچی نمیدانند. این کودنهای دنیا از تمام این آیات بدون تدبر و تفحص و نتیجه گیری دارند میگذرند. اعراضشون اصلا تاثیر نمی کند. نه فصل زمستان برای اینها تاثیری دارد، نه تابستان، نه رمضان، نه غیر رمضان. برای این کودنها ماه مبارک رمضان و ماه زیبای ذوالحج و محرم هیچ فرقی ندارد. الله مرتبه ثانیه درجه تکذیب است. فقط کذبوا بالحق. درجه اول اعراض، درجه دوم فقط کذبوا بالحق. اینها حق را که بسیار واضح و روشن تکذیب کردند، یعنی قرآن و پیغمبر را اینها تکذیب کردند. هنگامی که این حق یعنی پیغمبر و قرآن آمد پیشینا، فسوف یاتیم انباء ما کانوا به یستهزئون. ثمره تکذیب را قرآن بیان میکنه. ان قریب میاد پیشانها اخبار اون عذابهایی که بودن، اون عذابها را در زندگی استهزا مسخره میکردند که عذاب ما را خدا زیر رو میکنه. اللہ تعالی اخبار ما کانوا به یستهزئون ان قریب میاد. فسوف یاتیهم اخبار اون عذابهایی که بودن، اون عذابها را در طول تاریخ استهزا میکردن و مسخره میکردن. هم عذابهای دنیا برای این همیت، هم عذابهای آخرت. و کفار همیشه عذاب دنیا آخرت تمسخر نمیکردن. فاتنا بما تعدنا. در میدان احد ندیدی اولین کسی که آمد در میدان گفت کیه؟ تمسخرن که خدا او را با شمشیر من ببرد در جنت یا من را با شمشیر او ببرد در جهنم. کیه؟ حضرت علی آمد به میدان گفت منم، یا خدا با شمشیر من تو را به جهنم میبرد یا با شمشیر تو خدا من را به جنت میبرد. منم.
او مسخره کرد. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ افتخار کرد که بله اعتقاد ما هم همینه، کافر با شمشیر مومن به جهنم می رود و سبحان الله مومن با شمشیر کافر به جنت می رود. او استهزا مسخره کرد که شما چنین اعتقادی دارید اگر بمیرید جنت میرید و اگر ما بمیریم جهنم میریم. حضرت علی احساس نکرد که ما را مسخره میکنه، گفت بله بله اون منم، یا خدا من را با شمشیر تو به جنت میبرد یا با شمشیر من خدا تو را تو جهنم میبره. لیکن حضرت وقتی آمد به میدان حمله ای که کرد با اولین حمله یک پایش خط کرد، او چنان ضربه خورد و افتاد به زمین که تمام شرمگاه هایش هم ظاهر شدن، چون لانت بوده، لخت شد. میخواد یک شمشیر دیگر، گفت به خاطر خویشاوندی و همون خدا مرا بگذار. حضرت عقب کشید، دیگر دوستان گفتن چرا شمشیر دوم را وارد نکردی بر فرق راسی و که کارش تمام بشه. گفت دیدم که لخت شد و خویشاوندی و خویشاوند حضرت علی بود، قریشی بود، عثمان ابن ابی طلحه تقریبا همینطوری نامی داشت. این دیگه گفت من به این خاطر دیگه من حیا و شرمم ضربه دیگر نزدم، لختی او را دیدم شرمنده شدم. سبحان الله، حیا حائل شد. بی و عذابی کجای تشکیلاتی. الله تعالی میگه برید در زمین نگاه کنید که چقدر متمردان را من هم در دنیا داغون کردم. الم یرو، آیا نگاه نمی کنم چقدر هلاک کردم قبر دینها، من کرنین از ملت ها در کرنها، هر 100 سال یک کرنه. ذکر کرن مراد اهل کرنن. چقدر من هلاک کردم قبل دینها ملت ها را در کرنها، چنان ملت هایی که مکناهم فی الارض، من قدرت جسمانی و مالی به آنها داده بودم در زمین. هم قدرت مالی داشتن هم قدرت جسمانی داشتن. به اون مقدار من آنها را قدرت داده بودم که مالم نمکن لکم، من قدرت ندادم شما را، نه جسم شما اندازه آنها طاقت دارد نه قدرت مالی شما به آنها میرسد. اونها با قدرت های مالی و جسمانی مجاهدشون کرده بودم. من قدرت داده بودم آنها را در زمین به اون مقدار، ما مراد اون مقدار که لم نمکن لکم، من شما را قدرت و تمکین ندادم در مال و جسد. و من فرستادم بر آسمان را، یعنی باران را بر سرانها مدرارا، پی در پی باران متواتر بر آنها میباری. لحاظا کشاورزی آنها پیشرفته بود، دامداری آنها پیشرفته بود، قدرت مالی آنها از هر حیثیت صحیح و سالم، همش توی گلستان و توی کشمیر زندگی می کردن. الله سبحانه و تعالی مدراران، من باران بر سر آنها، و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، اور قرار داده بودم من نهرها از این باران که در 4 پس فرمان آنها جاری بودند. زیر دو باغ اینها، درختها زراعی اینها، این انهار جاری بوده من تحتهم، از زیر درختان و مکانات و امکانات آنها. لذا وقتی آنها تمرد کردن فاهلکناهم بذنوبهم، همه اینها را هلاک کردن به سبب گناه آنها. بزرگترین گناه کفر، شرک، استهزاء قیامت، استهزاء رسول، من اینها را برباد کردم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و پیدا کردم بعد از آنها ملت های دیگر، بردم سر اون کارها و سر اون مزارع و سر اون امکانات. حقیقت مالک این باغ، چه کسانی بودن مالک این مزارع، چه کسانی بودن متصرف در این کشورها، در ایران چه کسانی متصرف بودن 100 سال قبل، و در افغانستان، در امریکا امروز از اون متصرفین خبری نیست. حد متحد همه الله تعالی میگه من بردم، پناه کردم. و انشانا قرنا آخرین. الله جواب سوال ہے. سوال اول
جوابش میده. میگفتم از زبانی این کتاب را قبول میکنیم که مکتوب در اوراق به ما تحویل داده میشه. برید از آسمان لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، برو از آسمان مکتوب کتاب بیا اون بخوانی. مکتوب هم بینها دست باز چنان عناد دارن که میگن ما این سحریه و ما مسحوری، ما فکر میکنیم به دست ما کتابیه. الله تعالی میگه اینقدر اینها عناد دارن، اگر من کتاب مکتوب را به دست اینها بدن اینها هم با دست لمس بکنن، حالا که میشنون این کتاب را با گوش، اگر کتاب مکتوب هم به دست اینها باشد بازم میگن که ما سحر و جادو کرده میشیم. این سحریه و این جادوی، ما مسحوری، ما فکر میکنیم به دست ما کتاب. اینقدر در اینها عناده. ای پیغمبر شما چرا ناراحتی کتاب مکتوب داده نمیشه؟ اگر من نازل میکردم بر شما پیغمبر کتاب را در کاغذ ها و اوراق، پس اونها هم این کاغذ و اوراق را مس میکردم با دست. فوراً میگفتن کفار عنادی که نیست این کتابی الا سحر مبین، مگر یک جادوی، ما فکر میکنیم به دست ما کتابی، در حقیقت ما مسحوریم. جواب سوال دیگر سوال میکردن چرا فرشته بر این پیغمبر نمیان که فیکون معه نذیرا، چرا فرشته با این پیغمبر نمیان که اون فرشته ها همراه با این پیغمبر نذیر باشن، این پیغمبر هم تبلیغ کنه و تهدید کنه و انذار کنه و فرشته ها هم تبلیغ کنند و تهدید کنند و انذار کنند. الله تعالی میگه عجیب انسان هایی و قالوا گفتن لولا انزل علیه ملکون، چرا بر این پیغمبر فرشته نازل کرده شود، اون فرشته همراه با این پیغمبر مبلغ و نذیر باشد. فیکون معه نذیر جز 18 صفحه 520 دیگه اون فرشته همراه با پیغمبر مبلغ و نذیر باشد. الله تعالی میگه فرشته برای دو هدف میاد. من فرشته بفرستم اینا قبول نکنه، اینا را برباد میکنم. فرستادن فرشته کار مشکلی نیست. فرشته را من بفرستم اونا قبول نمیکنم، فرشته را که ببینن این زهره اینها میترکه و جان میدن دیگه کارشون تمام میشه. فرشته را به صورت اصلی بفرستم کار اینها تمامه، مگه اینها میتوانن اون فرشته را با اون قامت و با اون مهیبی که فرشته دارد ببینن؟ اینها جبرائیل و با صورت اصلی که ببینن فوراً اینها مات میشند و کارشون تمامه. فرشته مگم قابل تحمله که اینها ببینن؟ فرشته که با صورت اصلی بیاد، فرشته که اینقدر خدا بهش قدرت داده، شهامت داده، زور داده، طاقت داده، کوها را با یک پر بلند میکنن تا آسمان. اگر من فرشته را به صورت اصلی بفرستم کار اینها تمامه. ولو نزلنا ملکا، اگر ما نازل کنیم ملک را به صورت اصلی تو فیصله کرده می شود امر زندگی اینا یک ذره بعد از نزول فرشته مهلت داده نمیشن، یعنی اینا سکته میکنن یا فرشته به صورت عذاب میاد. فرشته به صورت عذاب بیاد هم کار اینها تمام، فرشته به صورت اصلی بیاد هم کار اینها تمام. فرشته را من نمی فرستم که کم از کم اینها شاید امروز فردا عقل کنه بیان سر را. باز الله تعالی میگه اگر من فرشته را بفرستم به صورت اصلی که کار اینها تمام، یا عذاب میده یا خود اینها زهرشون میترکه و مات میشه، تمامه. و اگر من فرشته را به صورت یک انسانی میفرستم، به صورت انسانی، تو باز در اینها مشتبه میشه. اینها بین انسان و بین فرشته چه فرقی میتونن؟ مسئله برای اینها مشکلتر، ملتبستر، مشتبهتر خواهد شد.
از این هم بیشتر که الان شما انسانید و از نوع آنهایی هستید و از جنس آنها هستید، گرسنگی و تشنگی و خستگی و ماندگی و نیاز به خانه و کاشانه و زن و فرزند و همه این چیزها را شما میدانید. فرشته میداند خستگی یعنی چه؟ فرشته خسته نمیشه. اینا بگم ما خسته ایم و گرسنه ایم، فرشته تشخیص میده گرسنگی چه فشاری دارد و خستگی. فرشته چی داره نمیداد. فرشته را من به صورت انسان بفرستم، باز مسئله بر اینها معماتر، مشکلتر، مشتبهتر میشه. ولو جعلناه، اگر من اون فرشته را قرار بدم، فرشته ای اون چیزی را که اون ملک را من ملکی قرار بدهم، بشری به صورت بشر، تو البته قرار میدم اون فرشته را صورت مردی او ملتبس میکنم بر آنها آنچه که اکنون اینها در التباسند، یعنی مثلا بر آنها مشتبه تر میشه، بر آنها مشکل تر میشه. اونها بین انسان و فرشته چطور فرق قائل میشه؟ فرشته به صورت مرد میآید یا فرشته خدا برای نسبت به صورت زن میاد، یا فرشته به صورت نوجوان میاد. وقت فرشته ها به صورت امرد نامده بودن در خانه لوط علیه السلام و این چشم کوران و اینها به عنوان انسان اینها را مورد حمله قرار ندادن. من اگر فرشته را به صورت انسانی، زنی یا مردی میفرستادم، مسئله را بر اینها بیشتر مشتبه میکردم. اینها فکر میکرده انسانی، یه حمله میکرده، فرشته کار اینها را تمام میکرده. به صورت زنی، به صورت مردی، تو باز بر اینها مرتبط میشد. عجیب انسان هستن. اگر من اون فرشته را که اینها درخواست میکنم، ملک را قرار میدادم رسول، اگر اون فرشته را من ملک و رسول قرار میدادم، تو لجعلناه رجلا، من او را قرار میدادم به صورت مردی و بعد ملتبس میکردم بر سنانها آنچه که اکنون اینها در اشتباهن. للبسنا اشتبهنا، مشتبه میکردم. لبس به معنی خلطه و مخلوط کردن و مشتبه کردن. من مشتبه میکردم بر سر اینها اون فرشته را که اکنون اونها در لبس و اشتباه هستند. مثلا برای آنها مشتبه میشد، به وجه اشتباه ایمان نمی آوردند. اهل عرب در محاوره اینطور میگویند که لبست الامر علی القوم اشتبه الامر علیهم. امر برای آنها مشتبه شد. لبست الامر علیهم منش علی القوم اشتبه الامر علیهم، ملتبس شد برای آنها، خلط شد، مخلوط شد. خلاصه پیغمبر گرامی تسلی برای پیغمبر، اینا خیلی اینات دارن. من فرشته را به صورت اصلی بفرستم کارشون تمامه، به صورت فرشته انسان بفرستم باز هم بر اینها ملتبسه. اینها میگه انسانیه، کجا میگه فرشته ای؟ و نعوذ بالله زنی باشد حمله میکنن، نوجوانی باشد حمله میکنن، پیرمردی باشد لگتی هم میزنن، یک حالی میدن. پس اون فرشته را اهانت کنن، فرشته کاری نره تمام میکنن. باز الله تعالی به پیغمبر تسلی میدهد اینها اناد دارن، پیغمبر تنها نیست که شما را استهزاء و تمسخر میکنن. ولقد استهزئ برسل من قبلک، به تحقیق استهزاء و تمسخر شد به پیغمبرانی که قبل از شما بودند. ثمره استهزاء فحاق بالذین سخروا منهم، پس نازل شد بر آن قوم‌هایی که تمسخر میکردند بیارا ما کانوا به یستهزئون، اون عذابی که او را مسخره میکردند، انبیاء را به عذاب تهدید میکردند، همون عذابی که او را استهزاء میکردند نازل میشد. قل سیرو فی الارض، تخفیف دنیاویه، بری سیر کنید در زمین و چشمان باز کنید نگاه کنید چه شد نتیجه تکذیب کنندگان. دلیل توحید عقلی دو علی سبیل اعتراف من الخاص. اون دلیل توحید عقلی یک بود، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین. اون دلیل عقلی اول بود، این دلیل عقلی دومه. لیکن علی سبیل اعتراف من الخاص اصطلاحات شما خواندید قبلا. بگوی پیغمبر برای چه کسی هست آنچه که در آسمان ها و زمین خلقن ملکن اینها مالکیان. قل لله، اول هم سوال کن باز بده جواب.
یعنی با این جواب با شما کسی مخالفت ندارد. تمام ما فی السماوات و ما فی الارض خلقا ملکا عبیدا به خدا اختصاص دارد. با وجود این همه امکانات و قدرت که از آن الله سبحانه و تعالی، ما فی السماوات و ما فی الارض مخلوقا مملوکا عبیدا، لیکن الله تعالی لطف کرده کتب علی نفسه الرحمه، الله لازم کرده است این بشارتیه بر ذات عظیمش رحمت را. برای کی؟ برای آنهایی که تائبین من الشرک، خدا بر ذات خودش فرض کرده رحمت را برای آنهایی که از کفر و شرک توبه میکنند. لیجمعنکم الی یوم القیامه، و ثمره این رحمت روز قیامت ظاهر میشه، حتما جمع میکند شما را روز قیامت. الی به معنی فیه، در روز قیامت، لا ریب فیه، شکی در وقوع قیامت نیست. مبتدای از اینجا الذین خسروا، روز قیامت بدو دست تقسیم میشن، آنهایی که در خساره انداختن خویشتن را. چطور؟ انابت نکردن، از قوت عقلی کار نگرفتن، تو فهم لا یؤمنون، اونها ایمان نمیارن. اینها واقع خود را در خساره انداختن، یعنی انابت نکردن، از قوه عقلی کار نگرفتن، اینها در خساره قرار میگیرن. این دلیل عقلی سوم. له ما سکنا فی اللیل و النهار، به خدا اختصاص دارن مخلوقاتی که آرام میگیرن در شب. سبحان الله، اینها رو میگه زمانیات. اونها در شب آرام میگیرن و نشر فی النهار، و در روز به حرکت در میآیند. تمام آنهایی که شب آرام میکنن و روز به حرکت میان به خدا اختصاص دارن، مخلوق خدا هستن، مملوک خدا هستن، عبید خدا هستن. همه مخلوقات یعنی انسان ها در شب آرام میگیرن به طور اکثریت همینه، و روز به حرکت در میان. اینها مال خدا هستند. له ما سکن فی اللیل و النهار، این و نهار نشر فی النهار است، سکن فی اللیل و نشر فی النهار، بقرینه الذی جعل اللیل سکنا و النهار نشورا. ما الله تعالی و ما بارده، این اصول عربی هست سروران گرامی، که یک فعل را ذکر میکنن و فعلی که رقیب آنها هست او را ذکر نمیکنن. در زبان عربی فرق هست بین خوردن و نوشیدن. اگر کسی دیگه اکل الماء قابل خندیدنه، نمیگه اکل الماء. در زبان ما که فرق نانی وارد دیگه در فرق دارد. فارسی الان همه چیز را خوردن میگه. و هو السمیع العلیم، او نداء المحتاجین، او صدا و ندای محتاج ها را میشنود. العلیم حاجات مضطرین را هم میداند. سبحان الله. قل بگو پیغمبر، اینجا طریق تبلیغ است، طریق تبلیغ. بگو پیغمبر بینا اغیر الله اتخذ ولیا، همزه استفهام انکاری، آیا غیر خدا را من کارساز قرار بدم؟ ولی بمعنی کارساز، متصرف، متولی امور. اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا را من ولی قرار بدم؟ اون خدایی که فاطر السماوات والارض، آیا غیر خدایی که پیدا آسمان هست و یطعم، او تمام کائنات را میدهد طعام و رزق، ولا یطعم، از هیچ کسی طعام و رزق نمیخواهد. این خدا را که فاطر السماوات والارض است و هو یطعم ولا یطعم، من غیر این خدا را ولی و کارساز قرار بدم؟ عجیب انسان های شما هست.
ظلم نیست؟ مگه انبیاء و اولیاء پیدا کننده آسمان و زمین رزاقن که رزق میدن یا خودشان مطعوم و مرزوق خدا بوده؟ خدا به آنها رزق داده، خدا به آنها طعام داده. عجیب انسان های هستی خلاف عقل حرف میزنی. من دعوت میدهید که من هم برای خودم یک مشکل گشای مثل شما درست کنم؟ کسی را که او هیچ نقشی در حیات من، در ممات من، در مسکن من، در سقف من ندارد. زمین مسکن منه، آسمان هم سقف بالا سر منه، اینها در مسکن من، اینها در سقف من هیچ نقشی ندارند. باز در اطعام شب و روز من هم اینها نقشی ندارند. قل بگو پیغمبر اتخذ غیر الله، اون اللهی که فاطر السماوات و الارض و یطعم ولا یطعم، اتخذ ولیا، یعنی هرگز من دیگه کسی را ولی، کارساز، مشکل گشا، حاجت روا، فریاد رس، داد رس، دهنده گیرنده نمیدانم. قل بگو ای پیغمبر، طریق تبلیغ دوم، انی امرت ان اکونا، شما به من میگید که من بیایم لات و عزات را هم تعظیم بکنم، اونجا هم بیایم سجده کنم، اونجا هم نظر بدم، حالا که به من دستور داده شده که فقط برای رب تسلیم شد. من از خودم اختیاری ندارم، من مامور معذور رب العالمینم. قل بگو بینها انی امرت ان اکون اول من اسلم، به من دستور داده شده که من اول کسی باشم که برای خدا تسلیم بشم. و قیل لی، بعد از وا این کلمه را حتما مقدر کنید، و قیل لی، و به من گفته شده است که لا تکونن من المشرکین، نباشد شرک کنندگان. از این که با من در عبادت، در ندا، در تضرع، در عاجزی، در سجده، در رکوع، در نذر و خیرات دیگران را شریک می کند، ای پیغمبر تو از اینها نباشی. و قیل لی لا تکونن من المشرکین، هرگز نباشی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو از شرک کنندگان، اونهایی که با من دیگران را در عبادت شریک میکنن، نه اعتقادا نه عملا، تو از اونها نباش. من اگر حرف شما را بردارم، برم همین آستانه ها را و این باستانه ها را و این عتبات را سجده کنم، بر آنها نظر بدم، آنها را طواف کنم، آنها را نیایش و تضرع کنم، من از عذاب خدا گفتم، من دیگه عذاب میدم این انسان ها را، من از عذاب خدا میترسم. قل بگو پیغمبر، اینها طرق تبلیغند، انی اخافو، من می ترسم اگر نافرمانی ربم را بکنم. بنویسید به عبادت غیر که غیر او را عبادت کنم، اگر بکنم من می ترسم عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بسیار بزرگ. من نمیتونم، من حرف ندارم. کیفیت عذاب من یصرف عنه یومئذ، هر کسی که دور کرده شد او، هر کسی که عذاب دور کرده شد از سر او، اون روز عظیم یومئذ، روز بسیار عظیم، تو فقط رحمه، خدا بر اون رحم کرده است. و ذالک الفوز المبین، نجات از عذاب یوم عظیم کامیابی بسیار بزرگ است، آن هم برای موحدینه. نجات از عذاب یوم عظیم برای موحدینه، این فوز بسیار بزرگیه. ذالک نجات از عذاب یوم عظیم، الفوز المبین، کامیابی بسیار بزرگ است، آن هم برای موحدین نصیب می شود. خب این طریق چهارم، من غیر خدا را کارساز درست کنم که نه اختیار نفع من را دارن و نه اختیار ضررش من را دارن. مالک نفع و ضرر من الله است. این یمسسک الله بضر، خوب متوجه باشید مسلمان ها، اگر مس کند شما را ای پیغمبر خدا به ضرر،
یعنی خدا به شما ضرری برساند تو فلا کاشف له الا هو، نیست دور کننده و زائل کننده ای برای اون ضر غیر از الله. پس ضرر دهنده ضرر دهنده او کاشف و ضر الله هست. این یمسسک الله بضرین، اگر برساند خدا به شما ای پیغمبر ضرری تو فلا کاشف له الا هو، دور کننده برای اون ضرر نیست غیر از الله. و اگر برساند به شما الله تعالی خیری را فوالا کل شیء قدیر، او بر هر شیء قادر است. لہذا فلا راد لفضله، جزا مقدر. اگر خدا به شما خیری برساند این یمسسک الله بخیر تو فلا راد لفضله، هیچ رد کننده برای فضل خدا نیست. چرا؟ فوالا کل شیء قدیر، او بر هر شیء قادره. هم این نمیتواند بگیرد. و هو القاهر، او غالب است بر بالای بندگان خودش، به اعتبار قدرت او قاهره. قاهر به معنی قادر، مقتدر، توانا. او قدرت دارد بالای بندگان خودش. او حکیم و خبیر است، شان علمی خدا. او حکیم دانا است و خبیر است، از احوال و اوضاع بندگان خودش خبر دارد. حکمتش هر چی تقاضا کند وارد میکند. برای یکی حکمت تقاضا میکند ضرر بدهد، برای یکی حکمت تقاضا میکند که خیر بدهد. درسته یا نه؟ حکمت دکتر تقاضا میکند شکم کسی را پاره کند، او پاره میکند. خوب شکم را پاره میکند برای خوبی. الله تعالی هم گاگای ضربه میزند در خیر بنده را در ضربه میبیند. الله تعالی عافیت بده. گاگای خیر میرساند خیر بنده را در خیر میبیند. او حکیم و خبیر است. ثمره ثمره دلال نیست. قل ایو شیء اکبر شهادت، شهادت خدا همینه. نافع و ضار الله است، مطعم الله است، خالق زمین و آسمان الله است. این شهادت الله بود. بگو ایو شیء اکبر شهادت، چه چیزی بزرگتر است از نظر شهادت؟ قل الله، بگو الله تعالی هست از همه چیز شهادت الله. الله شهید بینی و بینکم، الله گواه است بین من و شما. الله گواه است که من رسولم و من شما را دین به دین حق دعوت میدم. و الله هم شهید است که شما اهانت میکنید و قبول نمیکنید. و اوحی الی هذا القرآن، الله شهید است بین من و بین شما. و شهادت الهی که اوحی الی هذا القرآن، سبحان الله، وحی کرده شده به جان من این قرآن تا که من شما را آگاه کنم با این قرآن از عذاب خدا. لانذرکم به، من آگاه کنم شما را از عذاب خدا، خبردار کنم بواسطه این قرآن. و من بلغ، و هر آن کسان را که این قرآن به آنها میرسد، من همه شما را از عذاب خدا آگاه کنم. من پیغمبر جهانی هستم تا که خبردار کنم شما را با این قرآن و آنهایی را که این قرآن به آنها میرسد تا قیامت. ثمره دلائل عقلیه نقلیه الله سبحانه و تعالی ذکر کرد برای اثبات قیامت، توحید. اکنون الله تعالی ثمره این دلائل اربعه را ذکر می کند. اینکم لتشهدون، 4 دلیل عقلی و 4 طریق تبلیغ. الله تعالی میگه آیا تحقیق شما گواهی میدهید که ان مع الله آلهة اخرى، با خدا معبودان دیگری هست؟ آیا شما گواهی میدید بعد از این دلائل واضح و روشن؟ زمین و آسمان را خلق کرده، شما را خلق کرده، شما را رزق میده. آیا شما شاهدی میدید که ان مع الله آلهة اخرى، با خدا معبودان دیگری هستند، دادرس و فریادرسان دیگری هستند، مشکل گشاهای دیگری هستند؟ قل بگو بینها که من پیغمبر گواهی نمیدم. اگر شما احمقی کنید و گواهی بدید من گواهی نمیدم. قل بگو بینا انما
هو اله واحد. این پیدا کننده آسمان و زمین، ظلمات و نور پیدا کننده شما. فهمیدید؟ این ذات الاله واحد، معبود یگانه است. دیگه معبودی وجود همانطوری که دیگه خالقی وجود ندارد، دیگه معبودی هم وجود همانطوری که دیگه ربی وجود ندارد، دیگه معبودی وجود ندارد. و اننی بری مما تشرکون، و من پیغمبر بیزارم از آنهایی که شما با خدا شریک میکنید. من کاملا بیزارم، بیدار نه بیزار، بری و بیزارم از آنهایی که شما با خدا در عبادت شریک میکنید. من هیچ تعلقی به آنها ندارم. زجر الذين آتيناهم الكتاب، آنهایی که من به آنها کتاب دادم. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناسند این پیغمبر را، شناسایی دارند از این کلمه توحید یا از این پیغمبر، چنانچه که میشناسند بچه‌های خود را. آنهایی که در خساران انداختند جانهای خود را. فهم لا یؤمنون، با وجود شناخت و معرفت پیغمبر ایمان نمیارند. عجیب انسانهای پوسکلوپتی هستند، اونها که خود را در خساران انداختند، یعنی از قوت عقلیه و انابت کار نگرفتند، اینا ایمان نمیارند. چه کسی ظالم تر از زجر دیگریه از آن انسانهایی که افترا میکنن بر خدا دروغ را، خدا دروغ میسازند. او کذب به آیاتی، یا تکذیب میکنن آیات توحید و رسالت را. انه لا یفلح الظالمون، اونها که بر خدا دروغ افترا میکنه. سبحان الله، این روزها اگر شما تدبر بکنید چقدر دروغ پردازی در جهان، خصوصا نسبت به خدا. یهودی ها بر خدا دروغ میگن، نصارا بر خدا دروغ میگن، اهل بدعت هم بر خدا چقدر دروغ زیاد میگن. دروغ باقی یک خدا به گردن اینها بزند که این آیات ملکوتی را تدبر و تفحص کنند. همه دروغ. سبحان الله، چه کسی میفهمد که اینها دروغ میگن؟ کسی قرآن بفهمد، کسی که سنت را بفهمد میداند که چقدر دروغ پردازیه. سماعون للکذب اکالون للسحت، همه افسانه ها نسبت به اولیاء و انبیاء میگویند. سبحان الله، که دیگه حد و مرزی. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، چه کسی ظالم تر از آنها که افترا میکنن بر خدا دروغ را یا تکذیب میکنن آیات توحید و رسالت را. تحقیق شان این رستگار نمیشون در آخرت. ظالمین یعنی این مفترین و این مکذبین آیات هرگز کامیاب نمیشوند. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که من اینها را حشر میکنم، تمام را حشر میکنم. ثم نقول، و بعد من میگویم برای تذلیل مجرمین، توبی خان یا بالواسطه یا بلا واسطه توبی خان من به اینها میگم. بکیا به اینها که با خدا در عبادت دیگران را شریک کردن، اینا که خواندن اولیاء را، اینا که خواندن انبیاء را، اینا که خواندن مجسمه و بت‌ها را، همه این مشرکین را من میگویم این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا اون شریکان شما فکر می کردی، شما بودی، گمان می کردی. تزعمون از افعال قلوب متعدی به دو مفعوله، هر دو مفعول اینجا محذوفه. کجا هستند آنهایی که بودید شما گمان می کردید آنها را شفاعکم، شما گمان می کردید اونها روز قیامت پارتی شما میشن، دست شما را میگیرن میبرن جنت، دست شما را میگیرن جهنم نجات میدن. کجا هستند؟ نفهمیدید؟ شما گمان میکردید آنها را که آنها شفاعکم، شفاعت و پارتی شما میشن. الان کجا هستند؟
قرآن میگه ثم لم تكن فتنتهم، نمی شود جواب نامطلوب آنها. اینجا فتنه به معنی جواب نامطلوب، جواب زشت. نمی شود جواب زشت آنها الا مگر این که میگویند والله ربنا ما کنا مشرکین. اینجا همه قسم به ائمه خورده، قسم به انبیاء و اولیاء خورده، لیکن در محضر خدا به خدا قسم میخوره پیمان. میگوید به خدا که رب ما هست، ما با خدا کسی را شریک نکرده. گوش کنی، و مشرک قیامت در محضر خدا شرک را انکار میکنه. پس اینجا اگر شما بگید که تو شرک میکنی و قبول میکنه، شرک آنقدر نجاست دارد که مشرک نه در دنیا او را قبول دارد و نه در میدان محشر. میدان محشر سال خدا ثم نقول للذین اشركوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمونها شفعاءکم، گمان کردین ها شفیع شما الان کجا نمیان، شفاعت نمیکنن و شما را نجات نمیدن. اللہ تعالی میگه فتنه آنها یعنی جواب زشت آنها نیست مگر این که میگه والله ربنا ما کنا مشرکین. گوش کنین، هیچ مشرک و کافری در دنیا اعتراف به کفر و شرک خود نکرده. هیچ مشرکی در هیچ قرنی از قرون گذشته و قرون حاضره با قرون اگر کسی اعتراف به کفر و شرک خود بکنه، چرا کفر و شرک چیز منفوریه، لیکن مردم تشخیص نمیدن کفر را، مردم تشخیص نمیدن شرک را. متخصص کفر و شرک انبیا بودن عزیزان من. اونها گفته شما شرک میکنید کفر میکنید، قبول هم نکردن. فردای قیامت هم مشرک شرک خود را قبول نمی کند. خب این مرحله اول بعد که دوام میاد و شرک ثابت میشه. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، نگاه کن ای پیغمبر چطور دروغ میگن بر خویشتن به ایمان ها. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، و گم میشود از نصرت و مدد آنها اون معبودهایی که بودن در دنیا افترا کرده بودن. یکی میگفت غوث مرا نجات میده، یکی میگفت امام مرا نجات میده، یکی میگفت عیسی مرا نجات میده، یکی میگفت عزیر مرا نجات میده، یکی میگفت ابراهیم خلیل مرا نجات میده، یکی میگفت معین الدین چشتی مرا نجات میده، یکی میگفت خضر مرا نجات میده. هر یکی برای نجات خود یک منبع درست کردن، همه اینها گم میشوند. و ضل عنهم ما کانوا یفترون. تمام کره خاکی بگردید، هر کس برای خودش یک منبع نجاتی درست کرده. درسته یا هر خطه افغانستان بری یک زیارتی و یک منبع نجات. ایران بگردی در هر قسمتش یک منبع نجات. کنار دریا بری یکی خضر را برای خود منبع نجات کرده، یکی ائمه را کرده، یکی غوث را کرده، یکی ابدال را کرده. هر جای نقطه هر مشرک برای خود یک منبع نجاتی تصور کرده و دست را بالا دست گذاشته که بله من پشتیبانی دارم، من از ایران دستگیری دارم. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. مگر خدا گفته شما را موندون چشتی نجات میده یا فلان امام و ائمه شما را نجات میده؟ خدا گفته اونا بخوانی شما نجات میکنی؟ تمام اینها افتراءن، انسانها خودشان ساختن. مگر گفته خدا که ابوالفضل دست شما را میگیره در دنیا آخر شما را نان میده از مالا؟ گفته خدا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تمام این دروغ‌هایی که برای خود منبع نجات درست کرده بوده همه گم میشن، هیچ چیزی نیست.
نه آنجا عیسی ابن مریم میاد برای نجات، نه عزیر میاد برای نجات، نه خضری میاد برای نجات، نه امام میاد برای نجات، هیچ چیزی نمیآید. شما عالمید، باورتون هست؟ حالا میفهمید آیت تو چیزی بیان میکنه؟ همه دنیا برای خود منبع نجات تصور کرده، هیچ خدایی نمیاد اینها را از عذاب خدا نجات نمیده. مجرم خدا را کسی میتواند، مجرم مشرک را خدا محاکمه میکند، این بی ایمان انکار شرک میکند. الله تعالی میگه خب کجا هست نمیاد؟ ابن مریم چرا نمیاد شما را نجات نمیده؟ ما را به این قرآن آگاه میگردن. و منهم من یستمع الیک، درجه اول تکلیف. بعضی از این مشرکین کسانی هستند استماع میکنن کلام شما را، قرائت شما را، به طرف تلاوت شما استماع میکنن، لیکن بر اثر عناد، بر اثر کفر، بر اثر اهانت من بین شما در دل آنها غلاف قرار دادم و جعلنا من قرار دادم بر دلها اینها غلاف های خطرناکی که تا نفهمند اون کلام را و در گوشای آنها بار. این آیه بارها تشریح کردم. اگر ببینه هر آیه را لا یؤمنو بها، ایمان به اون آیات نمیارن، تشریح غیر تشریح را، حتی اذا جاءوکا، تا اینکه غایت استماعی اینا میمیرن، استماع میکنن به جانب شما، لیکن من در دل بر دل های اینها خلاف عناد را، ضد را، اهانت را من قرار دادم و بر گوش های اینها بار من قرار دادم. اگر ببینه هر آیه ای را ایمان نمیارن بیان، تا اینکه میان به محضر شما میرسن، از دور صدا را میشنن، اینجا میان به محضر شما یجادلونکا، خامخا مجادله و خصومت میکنن با شما به این طریقه. تشریح مجادله میگوین کفار نیست این چیزایی که محمد تو میخوانی الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های قوم های گذشتگانن، تو خود را نبی میدانی، آنچه را میخوانی وحی الهی میدانی. الله تعالی پیغمبر را هم اهانت میکنن، قرآن را اهانت میکنن، قرآن را افسانه و ترانه میگوین. اینها را هنوز من هدایت کنم تا به منظر شما میان شروع میکنن مجادله را به این طریقه که میگوین کفار نیستن این چیزهایی که تو تلاوت میکنی محمد الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های قوم های اولان. و ما و هم ینهون عنه، تنها به گمراهی خود اکتفا نمی کنند، دیگران را هم ناهی میشن از آیات و ینهون عنه، و خودشان هم منصرف میشوند از آیات. دیگر مردمان را از اتباع پیغمبر و قرآن هم ناهی جلوگیری میکنن و خودشان هم از این قرآن دور میرن. ینهون الناس عن اتباع محمد او القرآن والقرآن و یتباعدون عنه، و خدا هم دور میشن. درجه ثالث، درجه اول جدال میکنن، دیگران را مانع میشوند و نگفت لا تسمعوا لهذا القرآن، و خود هم درجه سه دور میشوند از قرآن. ینهون عنه، دور میشوند از قرآن، منصرف میشن از قرآن. این بدبخت ها ثمره اولین ها این یهلکون الا انفسهم ما یشعرون، اینا هلاک نکردن مگر خویشتن را، لیکن شعور احمقی خود را ندارن، شعور ندارن که ما خود را داریم بدبخت میکنیم و هلاک میکنیم. قرآن را اساطیر و پیغمبر را افسانه خوان میدانیم. الله تعالی میگه اینا خود را بدبخت کردن، بله شعورش اینا هلاک نکردن مگر جانهای خود را، لیکن شعور هم ندارن که ما خود را بدبخت کردیم. قرآن را اساطیر گفتیم، پیغمبر را ساحر، پیغمبر را مفتری افسانه خوان گفتیم. تخویف اخری
ولو ترى اذ وقفوا على النار، اگر تو می‌دیدی ای پیغمبر هنگامی که اینها ایستاده میشوند بر آتش جهنم، اگر تو می‌دیدی اون لحظه را که اینها ایستاده میشوند بر آتش جهنم، کنار آتش جهنم اینها را توقیف میکنند، تو لرأیت امرا عظیما، شما یک امر بسیار بزرگ را مشاهده میکردی، یک سانحه بسیار بزرگ را شما نظاره میکردی، در حالی که فقالوا میگویند اینا یا لیتنا نردو، ای افسوس ما، ای خاک بر سر ما که رد کرده می شدیم، افسوس که رد کرده می شدیم، یک مرتبه ما به دنیا ارجاع داده می شدیم، و ای افسوس که لا نکذب به آیات ربنا، ما تکذیب نمی کردیم آیات رب را، و نکون من المؤمنین، و ما مؤمن می شدیم. چه حسرت ها اللہ تعالی میگه، این حسرت زبان آنها و حالتی که بر آنها طاری میشه، ترحکهم ذلت، ذلت و خاری آنها را در بر میگیرد، بلکه حقیقت اینه بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، ظاهر می شود برای آنها آن چیزی که بودن احساس می کردن آن را مخفی من قبل در دنیا. اینجا یجدونه یخفونه به معنی یجدونه مخفیه، ظاهر می شود برای آنها اون عذابی که در دنیا فکر می کردن که عذابی نیست، مخفیه، برای آنها ظاهر میشه، یعنی عذابی که در دنیا یخفونه به معنی یجدونه مخفیه، احساس میکردن که اون مخفیه نمی آید، همون چیز برای آنها ظاهر میشه. قبل در دنیا او را احساس میکردن که مخفیه نمی آید، ولو ردو اکم در شبهت که خب این که خلاف رحمت و ترحم خدا هست، بیچاره‌ها را التماس میکنن، میگن فرجنا نعمل صالحا، ربا برگردم به دنیا، دیگه میریم خوب نیکی میکنیم و میایم. اللہ تعالی میگه خب رحمت تقاضا میکنه که اینها را ارجاع بده، اللہ تعالی میگه من میدانم اگر اینها به دنیا هم برگردانیده بشن باز همون منافقین هست و دروغ میگن. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر اینها ارجاع داده بشن به دنیا البته برمیگردن، عود میکنن برای اون عملهای زشتی که نهی شده بودن از اون عملهای زشت، باز اینا میرن شراب میخورن، زنا میکنن، کفر میکنن، شرک میکنن، بدعت میکنن. نفهمیدی؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، برای اون اعمالهای زشتی که در دنیا نهی شده بودن، یعنی برای کفر و شرک و شرابخواری و زنا و تمام کارهای زشت که در دنیا نهی شده بودن اینها عود میکنن. و انهم لکاذبون، اینها دروغ میگن که اگر ما رد کرده بشویم فرجنا نعمل صالحا، الله تعالی میگه دروغ میگن، دو مرتبه اینا همین مجرمان. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اضافه بر انکار توحید و رسالت، این هم معاد را ایمان هم منکرن، قیامت را قبول ندارن. وقالوا می گفتن نیست زندگی حیات ما، هی ضمیرش برمیگردد حیاتنا، نیست زندگی ما مگر زندگی دنیای ما، فقط زندگی ما زندگی دنیا هست. و ما نحن بمبعوثین، ما اصلا حشر کرده نمیشویم. خیلی جانی بودن، توحید را انکار کردن، رسالت را انکار کردن، قیامت را هم منکر بودن. جنایت اینها در بالاترین نقطه است. اصول ثلاثه دین را اینها منکر بودن، نه اعتراف به توحید نه به رسالت. نام توحید بود، نام توحید نیست اینکه ما بگیم ما موحدیم و ما توحید را قبول داریم. شرک را به ایمان تشخیص نداده که خود را موحد میدن و در قیامت هم شرک را انکار میکنن.
ولو ترى اگر تمی دیدی پیغمبر هنگامی که ایستاده میشوند برای حساب و کتاب به محضر رب العالمین، به محضر رب خیش، تمی دیدی امرن عظیما، جزا مقدره. اونجا که تذلیل مجرمین الله تعالی به پای حساب وقتی میاره میگوید الیس هذا بالحق، آیا این زندگی بعد از مرگ مگر حق نیست؟ قالوا بلا و ربنا، میگم بله بله به پروردگار من قسم است. قسم رب قسم. در دنیا بی ایمان همه قسم خورده بین امام و بین پیغمبر و بیان نبی، فردا هر جا والله ربنا والله ربنا به رب قسم میخوره. میداند اینجا قسم باید به رب. قالوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الله تعالی میگه بچشید اون عذابی را که در دنیا شما منکر آن بودید. شما در دنیا منکر این عذاب بودید، بچشید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خاسران ابدی هستند آنهایی که تکذیب میکنند ملاقات رب را در قیامت. اونا که اعتقاد ملاقات رب را ندارند. کفار همین طورنی اعتقاد ملاقات رب را ندارند. خاسران ابدی هستند آنها که تکذیب میکنند ملاقات رب را در قیامت. حتی این بدبختی آنها و این تکذیب آنها تا قیامت است، یعنی تا دم مرگ. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، تا اینکه میاد بر آنها قیامت ناگهان بدون اطلاع قبلی. قالوا ندامتا، میگویند یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، ای حسرت ما کجای بیا بر آن کوتاهی که ما درباره قیامت داشتیم. ما در فکر قیامت نبودیم، قیامت آمد. حسرت ما بیا 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 بیا. یا حسرتنا احضری علی ما فرطنا فیها، بر آن کوتاهی هایی که ما درباره قیامت داشتیم. ما مصدریه، فرطنا جمله را به معنی مصدر میکنه. و هم یحملون اوزارهم یوم علی ظهورهم، در حالی که اینها حمل دارند گناههای خیش را بر پشت خود. هر جنایتی کردن اونها تصویر دارند دوباره. سبحان الله، خدا نجات بده. در حالی که اینها بارن حمل میکنن گناه و بارهای گناه را بر پشت خویش. الا ساء ما یذرون، توجه داشته باشید خیلی بده اون بارهایی را که اینها دارن حمل میکنن. بارهای گناه، بار گناه بگردن اینها خیلی بار بدیه. نیست حیاتی دنیا و مغرور نباشید برای بهار دنیا، نه به پست دنیا، نه به ذره دنیا، نه به مال دنیا. مغرور نباشید که متاع قلیل است. نیست حیات دنیا الا لعب و لهو. 4 قدم بازی میکنه و میلیونها قدم تماشا میکنن، شبهای شب، روزهای روز. میدانهای فوتبال جهان برپان، لعب و لهو. باور کنید مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، یک بازی بیهوده و یک تماشای بیش نیست. البته دار آخرت خیر للذین یتقون، دار آخرت هزاران درجه بهتر است، میلیاردها درجه بهتر است، لیکن برای آنهایی که از کفر و شرک اجتناب می کنند، برای آنهایی که امتثال امر خدا می کنند، برای آنهایی که اجتناب از مناهی می کنند، قیامت هزاران درجه میلیاردها درجه بهتر است. افلا تعقلون، عقل شما کجایه؟ چرا عقل نمی کنید؟ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، تسلی برای پیغمبر. ما میدانیم پیغمبر ضمیر شانین است، البته شما را مغموم می کند اون حرفهای زشتی که این خبیث ها می گویند، اون استهزاء و مسخره که شما را می کنند. منم می دانم که شما مغمومید. ابو جهل شما را ساحر و کاهن و مفتری و مجنون می گوید،
من هم میدانم که شما این حرفا شما را مغموم دارن میکنن، لیکن ای پیغمبر عظیم الشان اینها در حقیقت ذات شما را تکذیب نمی کنن. تسلی پیغمبر را، اینها ذات مقدس شما را عیب نمی زنن، اینها آیات من رب را وقتی قبول ندارن ذات مقدس شما را که تالی آیاتی، اینها ساحر و کاهن مجنون و دیوانه میگن، شما چرا این آیات من تکذیب میکنن؟ فإنهم لا يكذبونك، ترى این ظالمین شما را تکذیب نمی کنن، ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، این ظالم آیات بزرگ خدا را انکار می کنن، آیات الله را اینها یجحدون می کنن. این آیات الهی هستند که بعض بخاطر آیات الهی که شما تلاوت می کنید و می پذیرید مورد اهانت قرار گرفته اید، ورنه ذات مقدس شما را اینا تکذیب نمی کنن، شما صادق الامین. این تسلیه ولکت کذبت رسول من قبلک، به تحقیق تکذیب شدن پیامبران قبل از شما، فصبروا آنها صبر کردن بر آن تکذیب‌هایی که شدن، از هر جهت تکذیبشون کردن، بر تمام تکذیب کنندگان آنها صبر کردن. و اوذوا، اون انبیا قبل از شما اذیت شدن، همیشه قبل از پیغمبر نبیه، بعد از پیغمبر دیگه امام معصومی بیاد و صحیفه بیاد نیست. امام معصومی بعد از شما دیگه نیست، قبل از شما. قرآن چقدر حقایق میگه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا بانواع و اقسام اذیت‌ها. اون انبیا قبل از شما اذیت شدن تا اینکه آمد برای اون انبیا نصرت ما. چیم آمد؟ نصرت ما. نجات دادیم انبیا را، دشمنان را مار پیچ کردیم توی جهنم. لیکن وعده ای که منم با شما کردم لا مبدل لکلمات الله، هیچ قدرتی نیست که تبدیل کند وعده های خدا را. الله وعده کرده است محمد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این وعده های حق خدا را مبدلی نیست، هیچ قدرتی نیست که کلمات الهی را، وعده های حق خدا را تبدیل کند. روز نصرت شما میاد، این همه ابو جهل ها را در قلیب بدر سرنگون میکنم. بعد از 2 سال، بعد از 6 سال دیگر تمام مکه را در اختیار شما میارم. 10 سال طول نمی کشد، حجاز تسخیر میشه، ایران و روم تسخیر میشه، همه میاین زیر دست و پای شما. و میگین مجاهدین را خدا نصرت نمی کنه؟ 100% مجاهد کامیاب هستند. روسیاهی برای همکار بوش و بلر از دنیا تا آخرت دوام دارد انشاءالله. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، البته آمده پیش شما پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخبار مرسلین آمده. من داستان بیان کردم که انبیا چقدر مقابله و مبارزه کردند و کامیاب شدند. شما هم مقابله و مبارزه کنید، کامیابی. و ان کان کبر علیک، ابا کی پیغمبر را تسلی میداد، اعراض اینا بر پیغمبر گران تمام میشه که اینها به جهنم میرن. الله تعالی میگه چیزی که در اختیار شما نیست چرا حسرت شمی؟ اگر شما قدرت داری بری تو آسمان دلیلی بیاری بینا را تسلیم کنی توی زمین، شما که چی قدرت نداری؟ این که اینها اعراض میکنن بر شما خیلی گران تمام میشه، من میدانم، ولی چرا حسرت میکنی چیزی که در اختیار نداری؟ هدایت اینها، ضلالت اینها در اختیار شما نیست. چرا الکی خود را خسته میکنی و ناراحتی؟ و ان کان کبر علیک اعراضهم، اگر خیلی گرانه بر شما ای پیغمبر اعراض این مشرکین، تو پس اگر استطاعت داری که طلب کنی یک نردبان، نفکنی یک سوراخی را در زمین،
یا نردبانی طلب کنی در آسمان از داخل زمین بیاری برای اینها، یا از بالای آسمان ها یک نشانی برای قبول اینها، تو ففعل جزا محذوفه، این کار را بکن. یعنی در قدرت شما نه در زمین رفتن است و نه در آسمان. اگر شما قدرتی داری که داخل زمین برید و یک معجزه بیاری تا اینها تسلیم بشن، یا قدرت داری نردبان بزن و برو در آسمان باز برای اینها دلیلی بیار تا ایمان بیارند و هیچ دریغ نکن، بفرما. شما هیچ اختیاری نداری، نه اختیار داخل زمین رفتن را داری و نه در آسمان، و نه اختیار آوردن معجزه را نه از آسمان نه از زمین، هیچ چیزی شما نداری. چرا حسرت میخوری؟ اگر استطاعت داری که طلب کنی یک سوراخی را در زمین یا یک نردبانی را در آسمان و از این زمین و از این آسمان بیاری برای اینها یک دلیلی که ایمان بیارند و ففعل جزا مقدره، بفرما. البته مشیت الهی اگر بشه که اینها را تسلیم بکنه میکنه، لیکن مشیت الهی جبران نیست. اگر خدا میخواست جبران ایمان اینها را و چیز مفعول انشاءالله چیه؟ جبران ایمان اینها را اگر خدا میخواست با قدرت قهری، البته خدا جمع کرد آنها را بر هدایت، لیکن چنین نکرد. برای چه؟ لیبلوکم، تا که امتحان کند. اگر خدا بخواهد ایمان اینها را جبران اینها را بر هدایت میتونه جمع کنه. هدایت اینها را جبران خدا بخواهد، خدا قدرت دارد، لیکن سنت خدا این نیست. تا که امتحان کند که با اختیاری که خدا به بشر داده کی با اختیار خودش ایمان را قبول میکند و چه کسی قبول نمیکند. پس ببین پیغمبر، فلا تکونن من الجاهلین، شما نادان نباشید. چیزی که در اختیار شما نیست حسرت میخورید، نباشید از نادان ها. خیلی اعراض میکنم بر شما، خیلی گرانه. انما یستجیب الذین یسمعون، جز نیست که میپذیرن، جواب میدن آنهایی که گوش میکشن، آنهایی که استماع میکنن. و هدایت اولین پلش انابت و استماع. اینها که نزدیک آیات الهی نمیان، تو برای هدایت اینها چقدر داری غم میکنی. یستجیب معنی یجیبو هست مولوی صاحبان، جواب میدن آنهایی که میشنوند. منیبن و مردها حشر میکند آنها را الله تعالی، و کافرها را تشبیه داد به مرده. کافرها را چکار کرد؟ از این موتا مراد کفار، یہ مردگان خدا جمع کرد. چرا مردها را کفار را به مردها تشبیه داد؟ سیوطی جان اینجا نوشته شبههم بهم فی عدم السماع، تشبیه داد خدا کفار را به مردها در عدم سماع. همان تو ایک مردان نمیشن، این کافران همان نوشت. ناراض نباشید اگر اعتقاد سماعی معتاداری داشته باشی، بله من اعتقاد نکنم. والموتا یبعثهم الله، این کفار که مردند اینها را خدا حشر می کند. ثم الیه یرجعون، بعد از حشر به بارگاه خدا ارجاع داده می شوند. سیوطی جان هم قائل سماع موتا است، لیکن اینجا کلمش کار کرد که شبههم بهم فی عدم السماع، تشبیه داد کفار را به مردها در عدم شنیدن. وقالوا لولا نزل علیه آیت من ربه، شکوه چهارم. اینا میگفتن کفار چرا بر پیغمبر آیه نازل نمیشه طوری که ما میگیم؟ از این آیه مراد آیه مقترحه، آیه که ما میخواهیم از جانب ربش.
قل بگو بینا ان الله قادر علی ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا یعلمون، بدرستی اللہ تعالی قادر است که نازل کند یک آیت فرمایشی، لیکن اکثر اینها نمیدانند. چیز را نمیدانند؟ انجام آیه را. اگر آیه فرمایشی بیاید، اگر معجزه مطلوبی بیاید، اون معجزه ای که شما میخواهید، شما همین ضدی نمیپذیرید، گردن شما را من مار پیچ میکنم، شما نتیجه آره نمیدانید. چرا؟ این سنت الهیه. اگر آیه فرمایشی و معجزه فرمایشی آمد، هر که قبول نکرد که زندگی نداره. از صالح علیه السلام شطوری از سنگ خانه خواستن، شطور که آمد اونها اهانت کردن، خدا داغونشون کرده بود. اینها نمیدانند انجام آیه را که اگر آیه فرمایشی بیاید اینها تباه و برباد میشوند، بهشون مهلت داده نمیشود. اینم دلیل توحید عقلی پنجم است. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. بشکنید مفسرین در مورد این آیه دو رای دارند. بعض مفسر میگن که قیامت فقط انس و جن حشر میشه و از انس و جن حساب و کتاب گرفته میشن، فرشته هم حشر میشن، دیگه مخلوقات الهی دامه ها و ددها و پرنده ها و این ماهی ها و غیره و غیره حشری نه. یک ترین علما که تقریبا بیشتر اینه که همه چیز را خدا حشر میکنه، انس و جن و ملک و غیر انس و جن و ملک دیگه مخلوقات را حشر میکند، حساب و کتاب میگیرد، حتی انتقام گوسفند بدون شاخ را از شاخی میگیرد. بعد دستور میشود برای آنهایی که غیر انس و جنن که همه تباه بشید و بمیرید، همه میمیرن، انس و جن و ملک باقی میمانند. انس و جن برای انعام و عذاب باقی میمانند، ملک که عذابی ندارن برای خدمت هم باقی میمانند. و فرشتگان اونجا هم خدمت میکنن، در جهنم یک قسمتی کار میکنن، در جنت یک قسمتی کار میکنن. علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این خاطر این آیه را آنهایی که عقیده حشر دارن اینطور معنی میکنن: نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین و نه هیچ پرنده‌ای که تیر دارد به دو بال خودش، مگر ملت‌هایی هستند مثل شما، جماعت‌هایی هستند امثالکم مثل شما، بنویسید در حشر و نشر. و آنها که قائل نیست اونا میگن اینا گروه های هستن مثل شما در مملوکیت و مرزوکیت، همه مملوکان همه مرزوکان، یا در مالکیت و در رازقیت. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تعمیم حشر و نشر کل جان، ما کوتاهی نکردیم در لوح محفوظ در هیچ چیزه، یعنی دفتر ملائکه یا لوح محفوظ، همه چیز را ما در کتاب، در دفتر اعمال نامه های شما و آن مخلوقات یا در لوح محفوظ همه چیز را ما احصا کردیم. ما کم کوتاهی نکردیم در مکتوب کردن هیچ چیزه، هیچ کوتاهی ما نکردیم. ثم الى ربهم یحشرون، همه به طرف رب خیش حشر کرده میشون، اولین آخرین، انس جن ملک حشرات موجودات. ابن عباس اعتقاد دارد که حشر بهائم همون مرگ بهائم، موت البهائم حشرها جامع البیان گفت. تو این کتاب مراد لوح المحفوظ است، همه چیز در لوح محفوظه یا اعمال نامه انسان.
اونایی که تکذیب میکنن آیات ما را صمون کرن بکمون گنگن از این خاطر توی تاریکی ها هستن، تاریکی کفر، شرک، بدعت، ضلالت، زنا، شرابخواری، دزدی، کلاهبرداری، هر گناه یک ظلمت است عزیزان من. کر کورن ته تاریکی آنا. من یشاء الله یضلله، جباریت، هر کسی که خدا بخواد به اثر عناد او گمراهی اشرات و یضلله او را گمراه میکند و هر کسی که خدا بخواد هدایت او را به خاطر انابت و طلب هدایت قرار میدهد خدا او را بر صراط مستقیم. دلیل توحید علی سبیل اعتراف من الخصم دلیل ششم. مشرک مکه را نگاه کن چقدر موحد است و مشرک زمان را نگاه کن. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقین. اگر مسئلہ الہ را می خواندی دیگر ضرورت نبود که من اینجا توضیحات میدم، لیکن اینجا ایک توضیحاتی میدم که توی این سوره زیاد میاد. مشرک مکه یا بگین مشرکین عرب در شدائد بر و بحر، یعنی مشکلات سخت، چه در زمین باشد یا چه در دریا، فقط خدا را فریاد. وقتی ابرهه اشرم بر مکه حمله کرد برای تخریب خانه خدا، عبدالمطلب غلاف خانه کعبه را گرفت و ملتزم چسبید و جیغ کشید و خدا را فریاد زد که من قدرتی برای حفاظت این بیت تو خدا ندارم. انا رب الابل وللبیت رب یحمیه. همه اهل مکه را گفت بل کنید مکه را، خدا را با این پیله ها رو دیگر کار ما نیست، این پیله ها را ما بتونیم جلو گیریم. اللہ تعالی کار آنها را تمام کرد و کل مشرک مکه در شدائد بر و بحر فقط خدا را صدا می‌کرد. همین وقت خوشحالی دیگه هم حضرت ابراهیم جان را، حضرت اسماعیل جان را، خبل را، این بزرگان خدا را هم صدا کی می‌زدن. اللہ تعالی میگه و نامردهای روزگار وقتی فشار سخت من صدا می‌زنید و تمام غیر الله را فراموش می‌کنید، وقتی مسئله کمی سخت دیگران را صدا می‌زنید یا خوشحالی بلند میشید میگید امام بیا و مینشینید نام دیگران به دهن شما. همیشه فکر و خیال شما به همین دیگرانه. عجب نامرد روزگاری. دیگران را برای خود مشکل گشا و حاجت روا در خوشی میدانید، وقتی فشار سنگین غیر از من کسی را صدا نمیزنید. خب اون مشرک زمان نزول قرآن، لیکن مشرک زمان ما اینقدر نامرد نیستن که در سختی یا در خوشی غیر خدا را صدا بزنن. حتی با کمال جرأت و بیادبی میگن که غیر از صدا کردن علی از هر کس بخوانید ننگن، غیر از علی کمک ننگن، کمک از غیر از تو ای علی ننگن. یعنی اگر کسی از خدا کمک بخواد هم ننگه. واقعا ظلم عظیمیه. گوش کنید. قل بگو پیغمبر ارأیتکم، خبر بدهید شما ای انسانا، ان اتاکم عذاب الله، اگر بیاد پیش شما عذاب سخت خدا یک صورت، او اتتکم الساعة، یا بیاد پیش شما قیامت که مجمع جمعی عذابات، همه عذابات را در خودش جمع کرد. اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا را میخوانید، فریاد میزنید؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید در دعوای شرک و خواندن غیر الله، در دعوای شرک و خواندن غیر الله و شما راست میگید آنها مشکل گشا حاجت روان، فشار سختی که بیاید
شما غیر خدا رو میخوانید؟ و توجه داشته باشید. نه لا لا، جواب اینه لا لا. ما در مشکلات سخت قیامت یا عذاب سخت الهی غیر خدا را نمیخوانیم، بل ایاه تدعون، بلکه خاص الخاص فقط خدا را میخوانید. و ایاه تدعون قدمش کرد. نه نه، این لا لا جوابه، بل بمعنی بلکه ایاه فقط خدا را تدعون شما میخوانید. فیکشف ما تدعون الیه، پس دور میکنه خدا اون بلا را که شما خوانده اید خدا را به طرف رفع بلا. اگر خدا بخواهد و تنسون ما تشرکون، فراموش میکنید اون 360 ائمه را که شما در خوشی با خدا همراه میکردید. و تنسون ما، عرض میکردم این مشرک مکه اینطور بوده. مشرک زمان ما در هر مشکل خواندن غیر الله را فراموش نمیکنه. میکنن اینا نامرد نیست، اونا نامرد بودن. فشار که سخت است تنها خدا را صدا میکنن. اگر فشار کمه دیگه دوستان خدا را هم صدا میکنن. قرآن شاهد. نه نه، شما غیر خدا را در شدائد نمیخوانید، بل ایاه تدعون، پس اون خدا بخواهد دور میکند اون عذابی را که شما خدا را به طرف رفع او خوانده اید. اگر بخواهد و تنسون ما تشرکون، کاملا فراموش میکنید آنهایی را که در خوشی با خدا در خواندن شریک میکردید. ولقد ارسلنا الى امم من قبل، تخفیف دنیوی، ما فرستادیم به طرف امتها قبل از شما رسولان زیادی را ما قبل از شما به طرف اممها فرستادیم. فکذبوا، همه اون اممها پیغمبران را تکذیب کردند. پس ثمره تکذیب فاخذناهم بالباسا، من گرفتم اولینها را بالباسا به تنگ دستی و فقیری، و ضرا به ضررهای بدنی، تا شاید اینها تضرع کنند. لعلهم، حکمت اخذ، لعلهم یتضرعون، اینها کمی بیان تضرع کنند. گرسنگی آوردم، بلا بر بدن اینها آوردم، مریضی آوردم، لعلهم یتضرعون، تا اینها تضرع کنند، عاجزی کنند، از کفر و شرک توبه کنند و کفر و شرک آنها معاف بشوند، لیکن نکردن اینها. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ببینید لولا بر این تضرع داخله. چرا هنگامی که عذاب ما آمد برای آنها به صورت گرسنگی و مرض تضرع نکردند؟ فلولا تضرعوا اذ جاءهم باسنا، چرا تضرع نکردن وقتی عذاب من آمد، عذاب کوچک من آمد؟ لیکن از این عذاب ها متاثر نشدند، از باسا تنگ دستی و ضرات متاثر نشدند، بل قست قلوبهم، بلکه سخت شد دلهای آنها، و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، و مزین کرد بر آنها شیطان اون اعمال کفری و شرکی آنها که آنها انجام میدادند. اللہ تعالی میگه اول من اینها را به باسا و ضرا مبتلا کردن که تضرع کنن، اینها نکردن تضرع. شیطان اعمال کفری شرکی آنها را برای آنها مزین کرد. وقتی خوب کر و کور شدن، من در نعمت را برایشون باز کرد، نخورید و بکردید. این امتحان سخت خدا. اللہ تعالی برای مشرکین و برای کفار در نعمت را باز کرد که با قرآن بگرد. اللہ برای بوش میتونه امتحان سختی. فلما نسو، وقتی اینا فراموش کردن ما ذکروا به، اون ایمان و توحیدی را که تذکر داده می شدن بیان، ایمان و توحید از طرف خدا، من باز کردم بر سر اینا درهای هر شی را
درهای هر شی را، در پول، در مال، در عزت، در حکومت، در هر شی را من برای اینها باز کردم. سبحان الله، این امتحان سخته. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا اینکه بسیار مغرور شدن به اون ناز و نعمتی که به آنها داده شده بود، فوری گرفتم آنها را، اخذناهم بغتة، گرفتم من آنها را ناگهان، فاذا هم مبلسون، فوراً آنها ناامید بودند از هر خیر. محمد رضا خان هم در این نعمت برش از حق جهت باز بود، تا جای جری شد که نوشته می کردن از خدا به خبران به اسم اعلی حضرت همایون شاه آریا مهر فرون آخر دیگه در عالم ذلت از دنیا اینطور نبود بابا، هر چه دبدبه‌ای داشت هر در برش باز بود، پول، دلار، امکانات. ایران به طرف ترقی چنان سرعت میرفت، دختر و پسر در حوزه ها آفتنی میکردن. خودش نوشته کرده که از آنچه که بر من اعتراض کردند آخونده ها این بود که من برای آسایش ملت ایران دختر و پسرها در تفریحگاه ها و حوزه ها با هم آفتنی میکردن، بر من این جرمه، من برای آسایش ملت این کار را کردم. دختر و پسر در یک حوض آفتنی میکنند، واه واه واه. گاهی دختر بغل میکند و گاهی پسر بغل میکند، اونم در آب. این قرآن کی چیز زیبایی میگه. خدا پناه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. همین آیه که تاخت و تاز میکنن بر مردم، ناگهان توی یک دامی میافتن. چطور میشن؟ توی یک دامی میافتن دیگه چطور میشن؟ فاذا هم مبلسون، فوراً اینها ناامید میشن از هر خیر. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اون زمان که عذاب من میاد ریشه کن میشه، قطع کرده میشود ریشه قومهای ظالم، از بیخوبون در میآید. الله خدا نجات بده تو. والحمد لله رب العالمین. الا برای تباهی قومها حمد برای رب العالمین. الله تعالی میگه حمد برای رب العالمین. چطور من قومهای متمرد را مارپیچ کردم در دنیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اونا که به خاطر کفر و شرک ظالم بودن ریشه آنها کنده شد. والحمد لله رب العالمین. ستایش برای خدا که رب العالمین هست و قومهای متمرد را برباد میکند. الحمد لله رب العالمین گوش در بخون. الحمد لله رب العالمین شوروی در بخون. الحمد لله رب العالمین که مجاهد جهاد میکند، دشمنان را یکی بعد از دیگری مارپیچ میکند. خدا دلیل توحید عقلی على سبیل اعتراف من الخاص، این دلیل هفتم است. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم، خبر بدید. ارایتم من اخبرونی، شما خودتون خبر بدید. اگر خدا بگیرد سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به، خدا از شما چشم و گوش و قلب را بگیرد، این قوای در راکه شما را بگیرد. و مولویا قوای در راکه چشم، گوش، قلب. اگر خدا این قوای در راکه شما را بگیرد، من اله غیر الله، کیه معبود غیر خدا، یاتیکم بهی، برای شما این مذکور را بیارد، چشم بیارد، گوش بیارد،
قلب درات بیارد. کیه؟ اله کیه غیر الله؟ هست الهی؟ هست یک آستانی؟ درست میگفت ایمان که شفا داد فلان امام چشم ده اند الله هست. الله میگه اگر من چشم بگیرم دیگه معبودی غیر از الله که برای شما چشم بینا، گوش شنوا و قلب درات بیارد هست نیست. خودش ما قبول داریم. ما مشرک مکه قبول داشت. من یملک السمع والابصار فیقولون الله من یرزقکم من السماء. آنها غیر از خدا مالک چشم و گوش دیگه کسی را نمیدانستند. انظر کیف نصرف الآیه. خوب نگاه کن من چطور تبیین میکنم، به چه طریقه زیبا بیان میکنم آیات وحدانیت خود را، آیات بزرگی خود را، آیات خدایی خود را، آیات معبودیت خود را من چطور زیبا بیان میکنم. انظر کیف نصرف الآیات. و بازم نگاه کن ثم هم یصدفون. این دلائل را میشنوان لیکن بازم اعراض میکنن. یصدفون به معنی یعرضون، اعراض میکنن، از این دلائل ها پن نمیگیرن. قل اعاده دلیل. قل بگو ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرة هل یهلک الا القوم الظالمون. خبر بدید شما اگر بیاد پیش شما عذاب خدا ناگهان یا علنا بیاد، عذاب دارد میاد شما نگاه میکنید، بغتة اینه که یک جتهی بزنه همه شما برید زیر سر. 7 رشته نکند، 12 رشته کند، 12 رشته نکند، 20 رشته کند، 20 رشته نکند، 40 رشته زمین را حرکت بده، زیر رو کند شما را با کوها. بغتة اینه. جهرتاً این عذاب خدا دارد میاد شما میبینید. یک سیلی که سرش به آسمان دارد میاد شما نگاه میکنید. کجا میخواید فرار کنید؟ باتی چیزم فرار کنید؟ به صورت یک باد خطرناک امثال ما را یک چند دقیقه باید بگیرید. سبحان الله. روی اسفالت جلوی ماشین هم دیده ما دیگه چند دقیقه ایستادیم که یک ذره نه چراغ کار میکرد و دید داشت و نه خود چشمای انسان. سبحان الله. هلاک کرده نمیشون مگر قوم های ظالم. هر کس هلاک میشه، زلزله میاد، باد میاد، باران میاد، اینها برای قوم های ظالم. ظالم یعنی مشرک و کافر. الله برای گناه های کوچک کوچک عذاب نمیده. گناه های بزرگ شرک، کفر. وما نرسل المرسلین الا مبشرین. بیان لوازم الرسالات. جواب سوال مقدر. اگر شما رسول صادق می بودید ما را معجزات فرمایشی نشان می دادید. الله تعالی میگه من مگر پیغمبر برای این که هرچی شما بخواهید فرستادم؟ من پیغمبر فرستادم شما را ابلاغ کنم؟ من پیغمبرها را اختیاردار معجزات نکردم. ما نفرستادیم انبیاء را به طرف امتا الا مبشرین و منذرین، مگر تنها برای بشارت دادن و برای آگاهی دادن. بشارت بدن مومنین را و کفار از عذاب خدا آگاه کنن. فمن آمن و اصلح، هر کس ایمان بیارد در انذار و تبشیر انبیاء و اعمال صالح انجام بدهد، اینا دو وسیله نجات. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کسی این دو انرژی را، این دو قوت را، این دو نیرو را داشته باشد، ایمان اعمال صالح، نه در دنیا و خطری دارد و نه در آخرت. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برعکس
والذین کذبوا بآیاتنا اونها که تکذیب کنن آیات تشریع و تکوین ما را میرسد به آنها عذاب در دنیا گاهی و در آخرت حتما بما کانوا یفسقون، به خاطر اینکه اینها فسق کردن. فسق کرده یعنی چی؟ از زیر بار طاعت بیرون رفتن. جواب سوال خامس، سوال این که اگر این رسول می بود کم از کم خانه اطلاعی می داشت، کم از کم ساعت چند میلیونی می داشت، علنگوی طلا و مغرم می داشت. نبی می بود از همه امکانات را می داشت، هیچ چیزی ندارد. چطور نبی؟ مشرک بی ایمان فکر می کند نبی یعنی غرق در ناز و نعمتهای دنیا، همه چیز در اختیاره. و مشرک بی ایمان همین فکر نمی کند. مشرک اختیاردار دنیا و آخرت همین اماما را و همین انبیا را و همین اولیاء را و همین فرشتگان را تصور نمی کند. نمیگه همه چیز از عالم غیب میدن. چه چیز از عالم غیب میدن؟ فکر میکردن مشرک بی ایمان که هر کن نبی هست همه چیز در اختیار بود. اللہ تعالی کو بگو بینا نکا، بگو بینا لا قول لکم اندی خزائن الله، من که مدعی نشدم که خزانه دار خدا هستم، همه خزانه های خدا با من کجا به شما چیزی حرفی زدم؟ شما از من میخواید خانه اطلاع، بیت من زخرف، دستبند و طلا میخواهید. من نگفتم برای شما، چنین ادعایی نکردم. این صفات غیر لازمه نبی هست. نبی برای انذار و تبشیر، این صفات لازمه نبی هست. خزاندار دنیا خود الله، خزاندار آخرت خود الله. شما اعتقاد باطلی دارید که هر که نبی باشد، هر که ولی باشد، لہذا او همه اختیارات دنیا آخرت را دارد. من که چنین ادعای نکردم. شما از من چیزی میخواهید که من مدعی آن نیستم. من ادعای من اینه، من رسولم، شما را بشارت جنت میدم. من رسولم، شما را از عذابهای دنیا و آخرت برحذر میدارم. به شما خبر میکنم که اگر ایمان نیارید به عذاب دنیا و آخرت مبتلا میشید. وظیفه من اینه. من کجا ادعا کردم که همه خزانه دار خدا هستم؟ قل بگو بینا لا قول لکم، من به شما که نگفتم و نبی گویم که نزد من خزانه های الهی هستن. باقی شما از من میپرسید که سال دیگر چطوره؟ چیزها گران میشن، ارزان میشن. اونایی که ارزان میشن تا ما الان بفروشیم که گران، و آنهایی که گران میشوند الان نفروشیم بگذاریم 2 سال دیگر میفروشیم 1 به 10 میشه. 4 سال قبل غن ما کیلوی 100 تومن میگرفت، حالا شده کیلوی 600 تومن. کی میدانست غیر؟ ورنه این غندهای پریمانی را این تاجرها می بردن در مغازهای خود مخفی می کردن، تو کوه در راه می بردن مخفی می کردن که غند کیلوی 100 تومن 650 تومن میشه. در آن واحد روی هر کیلو 550 تومن فایده می کردن. مگر غیر که من نمیدانستم، هنوزم نمیدانم. هنوز ما برای 650 ناراض می، شاید روزی بیاد که 2000 تومن میشه. مگر دوره؟ اگر کیلوی 2000 تومن باشد مگر این سیتها غند نمیگیرند و نمیخورند؟ بابا تریاک از 1 تومن به 100,000 تومن رسیده، هنوز این دود تلخ مردم میکشند و بالا میزنند. غند بی شیرینی کیلوی 400,000 بشه هم میگیرند و میخورند سیتها. مگر میشه بدون غند زندگی کنند؟ تو همینه. از پیغمبر میپرسیدن که چی چیزهای گران میشه، چی چیزهای ارزان میشه، تو که پیغمبری بگو. تو پیغمبر را اللہ تعالی گفت بگو بینا که من نگفتم به شما که اندی خزائن الله،
و من هم لا عالم الغیب، غیب هم من نمیدانم کدام چیز گران میشه کدام چیز ارزان میشه. جای دیگه این مطلب را قرآن طور داد قل لا كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر من پیغمبر غیب می دانستم تمام خیرها را من جمع می کردم و به من ضرر هم نمی رسید، حالانکه همه خیرها با من نیستند. و شما می بینید هر روز یک ضرری بر من وارد می شود. روزی کشکم میاد پای من میگزه، روزی مار میاد پای رفیق من میگزه، روزی یک مصیبتی برای من میاد و روزی دیگر مصیبتی میآید. من که نمیدانم غیب را. باقی شما اعتراض میکنید که من نان میخورم و ازدواج میکنم و به بازار میرم. من که ملکی نیستم، من انسانیم، هم نان میخورم هم به بازار میرم هم ازدواج میکنم. ولا اقول لكم اني ملك، من که به شما نگفتم من فرشته هستم. ان اتبع الا ما یوحی الی، من اتباع نمی کنم مگر اون دستوراتی را که به جانب من وحی میشم. خدا به من هر چی میگه ابلاغ کن، من ابلاغ میکنم. من پیرو ما یوحی هستم. حالا فرق شما با من چیه؟ شما هم که رسولید، هم میخورید هم میخوابید هم زن میگیرید. امتیاز شما چیه؟ خب امتیاز من وحی هست، وحی را اتباع میکنم. خب دیگه چه امتیازی داری؟ من بینا و شما کور. من خدا آگاهی داده، علم داده، معرفت داده، شما را نداده. من بینا و شما کور. لہذا کور باید پشت سر بینا بیاید. درسته؟ کور باید پشت سر بینا بیاید. شما کورید و من بینا، مشعل هدایت به دست منه، همه به دنبال من بیایید. قل هل یستوی الاعمی مثل شما والبصیر مثل من افلا تتفکرون. همه شما کور، من مشعل دار هدایت، همه به پشت سر من حرکت کنید تا از تاریکی ها بدبختی ها نجات کنید. شما مسیر را بلد نیستی، من مسیر را بلدم. بینا می بیند از کجا بره، کورها قطار بشن پشت سر اون. درسته؟ ها این فرقه. من نه خزانه دارم، نه غیب دانم، نه ملکم. من بینا و شما کور. همه باید بیایید پشت سر من حرکت کنید. من مشعل دار هدایتم. این امتیاز من پیغمبر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.